واژن خودتو دوست داری؟ اگه اینطوره پس این ویدیو مال شماست. بدن ما خیلی هوشمندتر از اون چیزی هستش که فکرشو میکنیم، مخصوصا وقتی پای واژن در میون باشه. واژن خیلی هوشمنده و خودش بلده از خودش مراقبت بکنه، ولی ما بعضی وقتها ناخواسته با انجام یک سری کارهای ساده این سیستم طبیعی رو به هم میزنیم و بدتر از همه این که فکر میکنیم این کارا همشون طبیعی هستش. اگر دوست داری بدونی که چه اشتباهاتی باعث آسیب زدن به این حساس‌ترین بخش از بدنت میشه، با من همراه باش، چون میخوام 10 تا کاری رو که هرگز نباید با واژنتون انجام بدین براتون توضیح بدم. چرا که با انجام این اشتباهات ممکن هستش که دچار عفونت، درد، خشکی واژن و حتی ناباروری هم بشین. سلام، بهناز صلاحی هستم، کارشناس ارشد مامایی. به کانال زن با آگاهی خوش اومدید. یه تصور بسیار رایج و اشتباهی که وجود داره اینه که سیستم دستگاه تناسلی خانم‌ها رو معمولاً به اسم واژن میشناسن، در حالی که اینطور نیستش. واژن بخش کوچیکی از دستگاه تناسلی خانم‌ها هستش. پس اول بیایم ببینیم که آناتومی دستگاه تناسلی خانم‌ها چجوریه و واژن در چه بخشی قرار گرفته. توصیه میکنم اگر شما خانم هستید میتونید در حین اینکه دارین ویدیو رو تماشا میکنید و مطالب رو گوش میکنید از یه آینه استفاده بکنید، جلوی بدنتون بگیرید و قسمت هایی رو که براتون معرفی میکنم تک تک اونها رو بشناسید. و اگر آقا هستین و همسرتون هم کنارتون هستش میتونید تشویقش بکنید که با همدیگه این کار رو انجام بدید، که به عنوان یک فعالیت سرگرم کننده و سکسی میتونین کنار همدیگه انجام بدید. دستگاه تناسلی خانم‌ها از ناحیه شرمگاهی در قسمت زیر شکم شروع میشه تا مقعد کشیده شده و شامل قسمت‌های مختلفی هستش. لب‌های بزرگ، لب‌های کوچیک، مجرای ادرار در این قسمت قرار گرفته و کلیتوریس هستش، کلاهک کلیتورال هستش و در پایین لب‌های کوچیک واژن قرار گرفته که یه فاصله کوچیکی هم که بین واژن و مقعد هستش بهش پرینئال گفته میشه، که واژن در این قسمت بین لب‌های کوچیک و لب‌های بزرگ قرار گرفته، مجزا از کل سیستم دستگاه تناسلی هستش. پس از این به بعد دیگه واژن رو اشتباه خطاب نکنید. یک بخش خیلی مهم از ساختار تناسلی خانم‌ها کلیتوریسه که شبیه یک دکمه گرد کوچیک در بالای مجرای ادرار قرار گرفته و اون چیزی که ما می‌بینیم در اصل سر کلیتوریس هستش، درست شبیه سر آلت تناسلی در آقایون. آلت تناسلی آقایون و کلیتوریس دو تا ساختار همولوگ هستند. درست شبیه آلت تناسلی آقایون اندازش بزرگتر از اون چیزی هستش که ما می‌بینیم، چون بیشترش در داخل عمق لگن هستش و تنها چیزی که ما میبینیم سر کلیتوریسه که با کلاهک کلیتورال پوشانده شده که درست شبیه پوست خدنگاه در آقایون هستش. در بعضی از خانم ها مقدار این پوست ممکنه بیشتر باشه و در صورتی که بهداشتشون رو رعایت نکنن چربی های اضافه، پوست مرده و اگر عفونتی هم وجود داشته باشه اون عفونت ها میتونه بره زیر این پوست اضافی جمع بشه، درست شبیه آقایونی که خدنه نکردن و در صورتی که این ترشحات اضافه جمع بشه اسمیگما بهش گفته میشه، عفونت ایجاد میکنه. در خانم ها هم ممکنه ایجاد بشه. به خاطر همینم در افرادی که پوست کلاهک کلیتوریسشون یه مقدار بیشتر باشه میتونن با دستشون جابجا بکنن و زیرش رو تمیز بکنن. کلیتوریس تنها ساختاری در بدن خانم ها هستش که 100% برای لذت طراحی شده، حاوی پایانه‌های عصبی فراوانی هستش و به طور شگفت‌انگیزی حدود 10,000 عصب داره که با تحریک شدن کمک میکنه که خانم به اوج لذت جنسی و ارگاسم برسه. در فردی که تحریک شده میزان جریان خون در کلیتوریس افزایش پیدا میکنه، رگ‌ها گشاد میشه و حتی ممکنه یک مقدار حالت متورم هم پیدا بکنه که کمک میکنه خانم‌ها به اوج لذت جنسی برسن. در مطالعات نشون داده شده که 70 الی 80% خانم‌ها گفتن که تحریک مستقیم کلیتوریس برای رسیدن به ارگاسم بهشون کمک کرده. علاوه بر این تحریک کلیتوریس باعث میشه که جریان خون در لگن و بافتای لگن افزایش پیدا بکنه، بنابراین به روانکاری در واژن هم کمک زیادی خواهد کرد. نقطه جی مشهور که همتون هم شنیدین که با لمس اون به تحریک خانم و به ارگاسم رسیدنش خیلی کمک میشه و در سقف واژن قرار گرفته، در اصل
ادامه کلیتوریس هستش که در عمق واژن و لگن هستش که با لمس اون در اصل خونرسانی به پایانه‌های عصبی کلیتوریس افزایش پیدا میکنه و خصوصا در خانم‌هایی که در سنین یائسگی هستن و میل جنسیشون کاهش پیدا کرده، لمس و ماساژ مستقیم نقطه جی که در واژن قرار گرفته و همینطور کلیتوریس میتونه به حفظ و حتی بهبود میل جنسیشون کمک زیادی بکنه که در مطالعات هم به این اذعان شده. 60 الی 65% خانم‌های یائسه گزارش کردن که با لمس نقطه جی در واژن و کلیتوریس تونستن به ارگاسم برسن و از خشکی واژنشون هم به میزان زیادی جلوگیری شده. تا اینجا ما دستگاه تناسلی خانم‌ها رو از نظر آناتومی شناختیم، اینکه کلیتوریس چقدر برای رسیدن به ارگاسم اهمیت داره و اینکه واژن در کجا قرار گرفته. البته واژن، اون چیزی که در قسمت خارجی دستگاه تناسلی شما می‌بینید، دهانه واژن هستش که اون هم حدود 2.5 سانت داخل‌تر هستش، یعنی حتما باید اون لب‌های کوچیک و بزرگ کنار زده بشه تا دهانه ورودیش تازه دیده بشه. خود واژن در عمق لگن قرار گرفته، نیازی به هیچ گونه تمیز کردنی نداره. واژن خودش بلد خودش رو تمیز بکنه. داخل واژن یک سری میکروب ها به شکل طبیعی وجود دارن که به عنوان فلور طبیعی واژن شناخته میشن. درست مثل سربازهای واژن هستن. وقتی که شما میایید از شوینده های مختلف استفاده میکنید، این سربازهای واژن رو از بین میبرید، سنگر بدون دفاع مونده، میکروب ها و قارچ ها و انواع اقسام عفونت ها به راحتی میتونن بیان واژن شما رو تسخیر بکنن. متاسفانه خیلی در سوشیال مدیا من میبینم که توصیه های مختلفی برای شستن واژن، تقویت رحم یا انواع اقسام از این حرفا میشه که هیچ کدومشون صحت نداره، پایه علمی نداره. شوینده های مختلفی که مثل آب و سرکه یا دم کرده بابونه یا گذاشتن سیر در واژن، عسل در واژن و هر چیز دیگه‌ای مشابه اینها هیچ کدوم پایه علمی ندارن، باعث از بین بردن فلور طبیعی واژن شما میشن، به مخاط واژن آسیب وارد میکنن. علاوه بر این که احتمال عفونت خیلی بالا خواهد رفت، در بسیاری از موارد خود این کارها در سنین پایین‌تر، حتی قبل از پیش یائسگی و یائسگی، باعث خشکی واژن میشن و با سوزش و درد و انواع اقسام ترشحات همراه خواهد بود. تنها چیزی که میتونه وارد واژن شما بشه، یک، در صورتی که رابطه داشته باشید، یک آلت تناسلی هستش. دوما اگر معاینه میشین توسط پزشک، معاینه‌ای هستش که پزشک میکنه، یا اگر برای شما داروی واژینالی تجویز کردن، اون اپلیکاتور هستش که میتونه داخل واژن شما بشه. غیر از این هیچ چیز دیگه‌ای، حتی آب ساده رو شما نباید وارد واژنتون بکنید. مورد بعدی این هستش که شما ناحیه تناسلی خودتون رو همیشه باید خشک نگه دارید و لباس زیرتون اگر مرطوب شد حتما بلافاصله اون رو تعویض بکنید و حتما از لباس زیرهای نخی استفاده بکنید. محیط مرطوب واژن بهشت میکروب ها و قارچ ها هستش. پس این رطوبت رو شما اگر قطع بکنید، احتمال رشد قارچ ها و میکروب ها هم کمتر خواهد شد. علاوه بر این، شستشوی قسمت خارجی دستگاه تناسلی خانم هم خیلی مهم هستش. چیزی که شاید در بچگی باید به دخترها یاد داده بشه ولی متاسفانه گفته نمیشه، اینه که شما زمانی که خودتون رو میشورید حتما باید اول قسمت جلوی بدنتون رو بشورید، بعد قسمت پشتی یعنی ناحیه مقعد شسته بشه. حتی موقعی که خودتون رو میخواین خشک بکنید هم اول قسمت جلو رو باید خشک بکنید، بعد قسمت پشتی رو خشک بکنید. خب در مورد خشک کردن گفتم. باز در سوشیال مدیا خیلی بحث میشه که خودتون رو با دستمال کاغذی خشک نکنید، از دستمال‌های پارچه‌ای استفاده بکنید. بله، دستمال پارچه‌ای میشه استفاده کرد. اشکالش ولی این هستش که شما مگه چقدر باید دستمال داشته باشید که مرتب بتونید استفاده کنید؟ یه دستمال رو چند بار نمیشه استفاده کرد. هر بار استفاده کردید حتما باید با شوینده هایی که خنثی هستن، با مثلا پودر صابون بچه و اینا شسته بشه، اتو بشه، جلوی آفتاب خشک بشه. خب این یه کار پرزحمتی هستش. ولی اگر شما این دستمال رو چند بار استفاده کنید که اصلا مناسب نخواهد بود. شما
حتما از دستمال کاغذی استفاده بکنید، ولی از دستمال کاغذی هایی که چندلا و ضخیم هستند. دستمال کاغذی هایی که نازک هستش و با کوچکترین رطوبتی به بدنتون میچسبه، این میتونه باعث ایجاد عفونت بشه. و این یه چیز دیگه ای هم گفته میشه که خیلی جالبه متاسفانه، اینه که اگر با دستمال کاغذی خودتون رو خشک کنید، میره داخل رحمتون تبدیل به فیبروم میشه. خیلی جالبه. اصلا فیبروم ساختارش یه چیز دیگه است. اونجا این پرس های دستمال کاغذی نمیرن که جمع بشن و تبدیل به فیبروم بشن. اون موقع اگه ما به ممالک غربی بریم که از بدو تولدشون در طی قرنها اینا اومدن با دستمال کاغذی خودشون رو تمیز کردن، باید اصلا فیبروم صادر میکردن یا همشون باید نابارور باشن، در حالی که اینجوری نیستش. لطفاً اینو خواهش میکنم، هر مطلبی رو از هر کسی با هر تخصصی قبول نکنید. حتما از منبعش مطمئن بشین و ببینید که بیس علمی داره یا نه. اینکه فلفرض مادر بزرگ من این کارو میکرد یا فلان کس که یک خانم پیری هستش که از فامیلای ما هستش اینو توصیه کرده، اینا رو قبول نکنید. لطفاً حتما از منابع علمی موثق مطالب رو یاد بگیرید و انجام بدید. مورد دیگه‌ای که به واژن شما میتونه آسیب بزنه، استفاده از عطرهای بیکینی هستش. واژن خانوم ها در صورتی که البته بهداشتش رو رعایت بکنن، یه بوی مخصوص به خودش رو داره که اصلاً هم بد نیستش. نیازی نیستش که شما از عطرهای بیکینی استفاده بکنید. عطرهای بیکینی در بعضی از افراد میتونه باعث حساسیت بشه، چون از مواد شیمیایی در اینها استفاده شده. اینها خودشون یکی از دلایل بسیار مهم خارش و از همه مهمتر خشکی واژن هستند. پس لطفاً استفاده نکنید. علاوه بر این، اگر پریود میشید، پدهای بهداشتیتون رو چه آلوده شده باشن چه نشده باشن، زود به زود تعویض بکنید. نگید که بالفرض یه دونه لک کوچیک هستش، اونو صبح تا شب نگه دارید. همه اینها آلودگی هستش که باعث عفونت در واژن شما میتونه بشه. در صورتی هم که از تامپون‌های واژینال استفاده می‌کنید، اون هم نباید بیشتر از 8 ساعت در واژنتون باقی بمونه، چون میتونه یه شوک عفونی رو باعث بشه که بسیار خطرناک، حتی خطر مرگ هم داره. زمانی که شما رابطه جنسی دارین، بهتر هستش که قبل از رابطه و بعد از رابطه حتما خودتون رو بشورید، همسرتون هم خودش رو بشوره و حتما قبل و بعد از رابطه هم ادرار بکنید که دچار عفونت‌های ادراری هم نشید. بهترین راه شستشو با آب ساده هستش یا استفاده از ژل‌هایی که برای شستشو هستش. ترجیحاً از برندهای معتبر استفاده کنید. نه تهیه‌اش براتون سخت هستش، میتونید از شامپو بچه استفاده بکنید که pHش خنثی هستش و هیچ آسیبی به میکروبیوم بدن شما نمیرسونه و حداکثر یک بار شستشو در روز کافیه، بیشتر از اون نیازی نیستش. مراقب باشید که اپیلاسیون هاتون بهداشتی باشه. اپیلاسیون غیر بهداشتی، چه با استفاده از لیزر باشه که مثلا از سلیهای یک بار مصرف استفاده نکنن یا از ملافه یک بار مصرف استفاده نکنن، یا اینکه خود اون اپراتور مثلا دستکش نپوشیده باشه، همه اینها اپیلاسیون غیر بهداشتی هست. و یا اگر در منزل خودتون شیو میکنید، دقت بکنید که اون ژیلتی که ازش استفاده میکنید حتما تمیز باشه و اون روز قبل از استفاده ضد عفونی بکنید. علاوه بر این، نشستن‌های طولانی با لباس زیر خیس یا مثلا با مایوی خیس بسیار به واژن شما آسیب میزنه. رطوبت ماندگار دشمن سلامت واژن شماست. شما باید با واژنتون خیلی خاص رفتار بکنید. درست مثل سایر نواحی بدنتون که نیاز به رطوبت داره، مخاط واژن هم نیاز داره که مرطوب باشه. خصوصا در افرادی که در سنین پیش یائسگی و یائسگی هستن یا داروهای خاصی رو استفاده میکنن در دوران بارداری، شیردهی یا به هر دلیل دیگه ای احساس خشکی واژن میکنن، رطوبت واژن برای اونها بسیار مهم هستش. باز اینجا یه مورد اشتباهی که خیلی در موردش صحبت میشه، استفاده از بخور واژن هستش که میان واژن رو بخور میدن که باعث مرطوب شدنش بشه، که خب این کار نه تنها بیس علمی نداره، میتونه خطرناک هم باشه و باعث سوزوندن ناحیه تناسلیتون هم بشه. پس لطفاً این کارو هم انجام ندید. ولی شما میتونید از مرطوب کننده های واژن استفاده بکنید.
مرطوب کننده های واژن با روان کننده ها تفاوت دارند. مرطوب کننده ها برای استفاده روزمره طراحی شدن، نه صرفا رابطه جنسی، و به شکل های مختلف هم عرضه میشن. به شکل ژل واژینالش هستش که بی رنگ و بی بو، سبک و بر پایه آب هستن. به شکل کرم های واژینالش هستش که یه مقدار غلیظ‌ترن و در بعضی‌هاشون ممکنه که استروژن هم وجود داشته باشه، و به شکل شیاف هم وجود داره که با استفاده از اپلیکاتور به طور مستقیم در واژن قرار داده میشه. فقط چیزی که مهم هستش، شما باید اینو بدونید که یه مرطوب کننده خوب باید pHش مناسب با pH واژن باشه، یعنی بین 3.8 تا 4.5 باشه، الکل نداشته باشه، پارابن نداشته باشه و مواد معطر کننده توش استفاده نشده و باعث تحریک و سوزش و خارش هم نشه. بهتره که شبها قبل از خواب ازش استفاده بکنید. هفته‌ای 2 الی 3 بار کافی هستش و در صورتی که واکنش تحریکی دیدید بلافاصله به پزشک مراجعه بکنید تا اون رو برای شما عوض بکنن و مورد دیگه ای رو تجویز بکنن. یه لیست از مرطوب کننده های موجود در ایران که جزو برندهای خوب و معروف هستن رو در کامنت اول من پین میکنم. در صورتی که دوست داشتید میتونین از اونجا اون لیست رو هم ببینید. مورد بعدی استفاده از روان کننده ها هستش. واژن عضوی از بدنه که خود روان کننده هستش و با تحریک روان میشه، ولی خب نیاز هستش که حتما تحریک بشه و این رو باید بدونید که خانوم ها برای تحریک شدن نیاز به زمان دارن. حداقل 25 دقیقه وقت لازم هستش که یک خانومی که تحریک شده واژنش به خوبی روان بشه. پس اگر شما به عنوان یک خانم دارین اینو تماشا میکنید، اینو در نظر بگیرید که 25 دقیقه به خودتون وقت بدین حداقل. و اگر به عنوان یه آقا دارین این ویدیو رو تماشا میکنید، اینو بدونید که حتما برای تحریک شدن باید به همسرتون وقت بدید و بعد از این مدت هم حتما ازش سوال بکنید که آیا به اندازه کافی تحریک شده یا نه. روان نشدن حتما دلیل بر تحریک نشدن نیستش. امکان داره دلایل مختلفی هم وجود داشته باشه که یه خانم در اون موقعیت خاص به اندازه کافی روان نشه. بنابراین استفاده از روان کننده اینجا توصیه میشه. روان کننده رو لازم نیستش که حتما خانم هایی که مشکلی دارن یا مثلا در دوره یائسگی، پیش یائسگی، بارداری، شیردهی هستن استفاده کنن. نه، حتی میتونین همه خانم ها برای تمامی موارد رابطتون از روان کننده استفاده بکنید. خیلی هم خوب هستش. خب واژن به خوبی روان میشه و شما میتونید یه سکس بسیار خوبی رو داشته باشید. ولی خب برای خانم هایی که مشکلی دارن که جزو ضروریات هستش و حتما باید ازش استفاده بکنن. از نظر علمی روان کننده ها به 3 دسته تقسیم میشن. روان کننده هایی که بر پایه آب هستن، روان کننده هایی که بر پایه سیلیکون هستن و روان کننده هایی که بر پایه روغن هستن. روان کننده های بر پایه آب و سیلیکون از همه بهتر هستند. در افرادی که از کاندوم استفاده میکنن، روان کننده هایی که بر پایه آب هستن شاید خیلی مناسب نباشه، چون زود خشک میشه، هی مرتب باید تجدید بکنن و این خیلی مهمه از روان کننده استفاده بشه که حتما با کاندومی که استفاده میکنین سازگاری داشته باشه که همیشه تو پشت جعبهشون نوشته میشه. روان کننده هایی که بر پایه سیلیکونی هستن یه مقدار مدت اثرشون بیشتر هستش، خیلی نیاز به تجدید ندارن. در افرادی که از کاندوم استفاده میکنن مناسب تره. حتی در خانم هایی که در دوره یائسگی و پیش یائسگی هستن این روان کننده های بر پایه سیلیکون مناسب تره. ولی روان کننده های بر پایه روغن اصلا روان کننده های خوبی نیستن و میتونه باعث افزایش میزان التهاب و عفونت در واژن خانم ها بشه. از دیگر ویژگی های یه روان کننده خوب اینه که با pH واژن سازگار باشه، فاقد هر گونه الکل و پارابن و مواد معطر کننده باشه و با کاندوم ها هم سازگاری داشته باشه. یه لیستی از روان کننده های خوبی که در ایران وجود داره رو در کامنت ها من رو پین کردم. در صورتی که دوست داشتین میتونین اونا رو هم یه نگاهی بندازین.
شما میتونید روانکننده ها رو قبل از رابطه جنسی استفاده بکنید، حتی میشه روی آلت تناسلی آقایون اونجا ریختش. در صورتی که نیاز به تجدید داشت و زود خوش شد میتونید اون رو مجددا استفاده کنید، خصوصا در روانکننده هایی که بر پایه آب هستن و بعد از رابطه جنسی در صورتی که بر پایه آب باشه با آب شسته میشه و در صورتی که بر پایه سیلیکون باشه با یه شوینده ملایم مثل شامپو بچه میتونین اون رو شسته و تمیز بکنید. مورد بعدی اینه که به علائم بسیار دقت بکنید. هر گونه علامت جدیدی که در واژنتون دیدید مهم هستن و باید بهش اهمیت بدید. اگر احساس خارش کردید، احساس سوزش کردید، بوی بدی از واژنتون میاد، درد دارید، هنگام نزدیکی سوزش و درد دارید، به اینا باید توجه بکنید. اگر ترشحات غیرعادی از واژن شما خارج میشه، ترشحات پنیری هستش، ترشحات بدبوی زرد رنگ، سبز رنگ هستش، لکه بینی دارید یا خونریزی دارید، اینا همشون مهم هستن. میتونن حداقل نشون دهنده یک عفونت واژینال یا یک بیماری التهابی شدیدتر در لگنتون باشن. شما باید زودتر به پزشک مراجعه بکنید، چون درمان دیرتر باعث مزمن‌تر شدن عفونت‌ها میشه، یا اگر عفونت‌های مقاربتی باشه و شما این علائم رو داشته باشید، درمان دیرهنگام میتونه مشکلات بیشتری براتون ایجاد بکنه، حتی باعث ناباروری هم میشه. اگر احساس سنگینی در لگنتون میکنید، فکر میکنید یه چیزی از واژنتون داره بیرون میزنه، در اوایل ممکنه علامت دیگه‌ای هم نداشته باشه، به مرور بدتر میشه، امکان داره که افتادگی رحم باشه. پس هر گونه علامتی و احساس خاصی رو که در واژنتون داشتید، هر چه سریعتر به پزشک یا ماما مراجعه کنید تا یه ویزیتی بشید، در صورتی که مشکلی باشه به موقع درمان رو برای شما شروع بکنه. با واژنتون بدرفتاری نکنید. منظورم از این که با واژنتون بدرفتاری نکنید اینه که استرس تأثیر بسیار منفی روی سلامت واژن شما داره. در مطالعات این ثابت شده که استرس به طور مستقیم و غیر مستقیم به واژن آسیب میرسونه، که این آسیب میتونه فیزیولوژیکی باشه، هورمونی باشه، ایمونولوژیکی باشه یا حتی میکروبیولوژیکی باشه. استرس با افزایش کورتیزول و کاهش استروژن باعث به هم خوردن تعادل هورمونی میشه. کاهش استروژن باعث میشه که دیواره واژن نازک بشه، ترشحات محافظ دیواره واژن کمتر بشن و منجر به خشکی واژن خواهد شد. و همینطور باعث میشه که محیط واژن قلیایی بشه، pHش افزایش پیدا بکنه و محیط مستعد برای انواع عفونت‌ها بشه. علاوه بر این استرس باعث میشه که میزان ایمونوگلوبولین در مخاط واژن کاهش پیدا بکنه، به همین دلیل هم مقاومت بدن کمتر شده و احتمال انواع عفونت‌ها مثل عفونت‌های واژینوز باکتریایی یا تبخال تناسلی در واژن خیلی بالاتر خواهد بود. علاوه بر این استرس به میکروبیوم موجود در واژن بسیار آسیب میزنه، که این میکروبیوم قبلا هم خدمتتون گفتم سربازهای دفاعی واژن هستند و برای حفظ اسیدیته واژن بسیار مهم و مناسب هستند. علاوه بر این استرس باعث به هم خوردن نظم پریودها در خانم‌ها خواهد شد، حتی ممکنه که باعث قطع قاعدگی بشه و به طور مستقیم روی سلامت واژن و روانکاری واژن تاثیر خواهد داشت. استرس باعث افزایش تنش و انقباض در عضلات کف لگن میشن. لگن ما مثل یک کاسه هستش و عضلات داخل اون احشاء داخل لگن که شامل رحم، رکتوم و مثانه هست رو محافظت میکنن. در صورتی که تنش و انقباض در این عضلات زیاد باشه، علائم مختلفی رو میتونه نشون بده. مثلا شما درد هنگام ادرار کردن ممکنه داشته باشید، یا درد هنگام دفع داشته باشید، یا در هنگام رابطه جنسی رابطه دردناک داشته باشید، یا حتی فرد به ارگاسم میرسه، ارگاسم دردناک رو تجربه میکنه. اینا خیلی مهم هستش. پس اگر هر کدوم از این علائم رو داشتید، حتما باید به پزشکتون بلافاصله مراجعه بکنید. مورد
مورد آخر این که فعالیت جنسی منظم از سلامت واژن شما پشتیبانی میکنه. یه اصطلاحی هستش که میگن یا استفاده کن یا از دستش بده. به این معنی که داشتن رابطه جنسی منظم باعث خونرسانی مداوم به کلیتوریس و بافت واژن شما خواهد شد و از این طریق به جوان موندن اون و روانکاری بهترش کمک میکنه. در صورتی که شما به مدت طولانی رابطه نداشته باشید، از اونجایی که جریان خون به کلیتوریس کاهش پیدا میکنه، حتی کلیتوریس ممکنه اندازش کوچیکتر بشه، در بعضی موارد اسکار در اون کلیتوریس ایجاد میشه و برانگیختگی رو بسیار مشکل و سخت خواهد کرد. در بعضی از افرادی که بعضی بیماری ها رو دارن مثل دیابتی ها، در افرادی که فشار خون دارن یا در افرادی که اندومتریوز دارن، خود این باعث کاهش میزان خونرسانی به بافت‌های کلیتوریس و واژن خواهد شد که بهتره اگر شما این موارد رو داشته باشید حتما دنبال درمانش باشید و همیشه در کنترل داشته باشید که از این طریق هم به حفظ رابطه جنسیتون کمک زیادی خواهد شد و خونرسانی در لگنتون همیشه خوب خواهد بود و روانکاری مناسب رو خواهید داشت. سلامت جنسی و تجربیات جنسی سالم، لذت بخش و بدون درد حق همه خانم ها هستش. مراقب واژن خودتون باشید. اگر این مطالب برای شما ارزشمند بود، لایک رو فراموش نکنید. سابسکرایب کرده زنگوله کنارش رو بزنید تا از ویدیوهایی که منتشر میشه در رابطه با سلامتی شما مطلع بشید. و در کامنت ها هم اگر سوالی داشته باشید در خدمتتون هستم. برای همه شما آرزوی سعادت، سلامت و ثروت و خوشبختی.